هفته خبر تو خبر داره براتون از بدبختی عظمایی که تو نظام خودش کسی تحویلش نمیگیره ولی توی این دنیا برای خودش دنبال مقلد میگرده. مسئله هسته‌ای رو مقام معظم رهبری بر اساس ایمان و دینی که داره میگه حرام است استفاده تخریبی از این. حتی اوباما هم که با اون سابقه هست در این حال میگه خیلی خوب اینها مسلمانن مؤمنن میگن حرامه اطمینان میکنه. علت اینکه سیدعلی برخلاف همه شعارهای قبلیش به زهرخوری افتاده اینه که بهتر از همه از وضعیت خزانه دولت خبر داره. دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است. حالا این خیلی دیگه جای کف نیست الان. اینجا جای کف زدن نیست ولی جای کف کردن هست، چون خزانه دولت دیگه بحث یک قرون دوزار نیست که بشه زیر سیبیلی ردش کرد. اما تو نظامی که 3000 میلیارد تومان گم میشه خزانه دولت هم یک شبه خالی میشه. آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، بالاخره شفاف سازی کنید. خالیه، پره، یک قرون دوزار هم که نیست. آره شما میگه خالیه، اون میگه 100 میلیارد دلار موجودی داره. میلیارد دلار میخواد تصورشو داشته باشین، یعنی 3 برابر اون چیزی که تو بودجه پول لازم داره. بله خیلی خوبه واقعا. بعد وقت ممکنه این 700 به جاده روستایی که اینجا نوشتن سمی کرد برنده پول به اونا نمیرسه. پول به اونا نمیرسه. یعنی 100 برابر اون 3000 میلیارد تومانه. احسن، باریکلا. 100 برابر اون 3000. ما دیگه همه چیزو بر اساس اون قیاس می‌کنیم. به خاطر همین اوضاع بیخداره که نرمش ذلیلانه در همه عرصه‌ها ادامه داره، از عرصه سیاست تا عرصه فرهنگ. در زمینه فرهنگی جواد ظریفی‌ها که نتونستن جلوی شعار مرگ بر آمریکا رو بگیرن، برای به دست آوردن دل طرف حساب‌ها همایش‌های ضد هالیوودی رو تعطیل کردن. چند روز پیش هم خبردار شدیم که برگزاری 2 همایش بین‌المللی هالیوودیسم و افق 9 هم لغو شده. این هفته قرار بود یه جشنواره بین‌المللی با نام افق 9 در تهران برگزار بشه که بنابر اخبار منتشر شده و تکذیب نشده با نامه وزارت خارجه به وزارت ارشاد بساطش جمع شد. حالا این که اومدن یه عده دانشمند و فعال ضد صهیونیست و صحبت درباره صهیونیسم چه ضرری به حال کشور داشته و داره رو ما نمیدونیم. تو نمیدونی ولی اونایی که باید بدونن میدونن. اما از این همه قروفر ذلیلانه اون چه که نصیب نظام ولایت شد تا الان این بوده. صحبت درباره کاهش تحریم‌های ایران زود هنگامه. به نظر من تحریم‌ها مؤثر واقع شده و به همین علت هم هست که مذاکرات شروع شده. ما باید ببینیم اونها چه اقداماتی رو برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خودشون انجام میدن. باید در این خصوص به شواهد عینی و واقعی دست پیدا کنیم و تا زمانی که این تحرکات صورت نگیره تحریم بر ضد ایران کاهش پیدا نخواهد کرد. اینجاست که کمردرد ظریف عود میکنه و اینجوری تو مذاکرات از پا میفته. من چون هم یه مقداری کمردرد دارم و دیپلماسی کمردردم دیگه الان فراگیر شده. از حالا معلومه که ماشین دیپلماسی نظام با این راننده جدیدش نهایتاً به کجا میرسه. رفسنجانی که میخواست با رو کردن یه خاطره از امامش شعار مرگ بر آمریکا رو حذف کنه، در عمل تو دستاندازهای بسیج و سپاه گیرپاچ کرد. چند وقتیه که بعضی از آدما و بعضی از رسانه‌ها دست به دست هم دادن تا حرفای خودشونو هر جوری که هست به امام نسبت بدن تا شاید حرفشون یه جورایی به کرسی بشینه. از اونجایی که در مقابل نرمش ذلیلانه شیخ فری هم هیچ چشماندازی از کاهش سریع تحریم ها دیده نمیشه، بعضیا دوباره روی آوردن به دمیدن در شیپور تهدیدهای توخالی.
و هم مجلس شورای اسلامی چنانچه احساس کند طرفهای قدرتمند رفتار دوگانه و غیر موجهی دارند در زمینه حجم و تنوع فعالیت‌های هسته‌ای مقررات لازم را مصوب خواهد کرد. نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم در تایید سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی با شعار مرگ بر آمریکا در واقع سخنان ایشون رو تایید کردند. ته خط یه نظامی رو دست سید علی مونده که بین خوردن یا نخوردن جام زهر ریش ریش شده و مقدسات نظامم چپ و راست زیر دست و پا له شدن. جنگ 67 تموم شده، 68 69 70 اوج اینه که هر کی داشته دیگه میبوسه، خداحافظی میکنه با هر آنچه که اسمش میذاریم. کت سپاه توی صدا و سیما دیگه سید مرتضی رو تحمل نمیکنه، تیکه بهش میندازن. آقا کجا بودی؟ غار بودی؟ با ماکسیمیلیانوس بودی؟ هنوز 2 سال تازه تموم شده، نه الان که خدای نکرده یه خود ریشت آنکاد نباشه بایستی 1000 تا تیکه بشنوی، چادر گذاشتی سرت باز مثل کلاخسیا شدی فلان، باید بخوری اینا. و تحمل این مطالب آتش مدرک گرایی، آتش ملک گرایی، آتش دنیا گرایی داره میشه که امروزه میبینید پدر همه ما و زن بچه هامون در آورده. ارزش ها دیگه روی مدارک میچرخن. چند ماه جبهه بودی مدرک نیست، توی توسعه اقتصادی له باید بشه همه چی. تو این اوضاع غمباد سید علی، این عصب شناس مشنگ نسبت به وضعیت روانی سید علی اینطوری هشدار میده. میدونی کی پیر میشه؟ اون وقتی که یک ضربه عصبی بهش وارد بیاد، یعنی احساسات جریحه دار بشه. 5 سال عمرش میفته پایین، به سرعت پیر میشه، به سرعت. کسانی که مثل من از 50 سال بالا دارن، اینا هم برشون خطرناک غم و غصه. اینا هم اگر یه وقتی در یه مسئله بلرزه عصبی بشه، حداقل 72 ساعت ارتعاش عصبی دارید شما. در ادامه هم روزه های خودش رو به عنوان تنها علاج بسیجی ها تبلیغ میکنه. میبینم همه به کپوزاشون تو هم کشنن، آقا هجاری میکنید، آقا که خب من 50 سال و 50 اندیه دارم روزه میخونم، با من برام گریه میکنن مردم. ولی اون گریه ای که من عرض میکنم رو منبر میگم و شما گریه میکنید، این بعدش انبساط خاطر میاره. تو این وضعیت آشفته که همه تو نظام گیج میزنن، سوتی بازار نظامم پر رونقه. این هفته گمرک ایران روی سایتش اعلام کرد بیشترین صادرات خودروی ایران در 3 ماهه نخست به آلمان بوده. بعد پیگیری کردیم از گمرک که شما این همه ماشین صادر کردید آلمان. گمرکی‌ها بعد گفتن که نه ببخشید اشتباه شده، ما اینا رو فرستاده بودیم عراق، اشتباهی گفتیم فرستادیم آلمان. بله، البته همه میدونستن که منبع تأمین خودروهای انفجاری عراق کجاست. اینم دفاع سرسخت دکتر بیت خمینی از رشوه و زیرمیزی که به نظر میرسه خوب سیبیلش رو با همین چیزها چرب کردن. به نظر من برخورد با کسانی که بهشون اجحاف شده است و تحمیل شده است معنی نداره اصلا. چه برخوردی؟ البته ممکنه تعرفه‌های پزشکی در بعضی موارد مناسب نباشه، ولی این دلیل نمیشه که با پزشکایی که از بیماراشون غیر از ویزیت‌های معمول زیر میزی‌های چند صد هزار تومانی و حق العمل‌های میلیونی میگیرن برخورد نشه. اگه خود مسئولای وزارت بهداشت پدیده زشت زیر میزی رو زشت ندونن، از بقیه چه توقع؟ اینم یک ابتکار جدید
در مانور همیاران پلیس که پیش بینی میشه در همایش بعدی روپایی بزنن و لیوان آب بزنن روی پیشونیشون. حالا اینکه ربط این کارا به پلیس چیه رو باید از احمدی مقدم پرسید. بعد از اینکه بعضی کانال‌های تیوی ریش از ماهواره‌های بین‌المللی حذف شدن، خبرنگار تیوی ریش رفت به این موضوع اعتراض کنه که اعتراضش کمونه کرد. EU, yes. European. Yes. I'm sorry, no, no, thank you, no. در انتها توجه شما رو به یک شیرینکاری منحصر به فرد جلب می‌کنیم که تو نشونه روی شلیک منحنی همه رقبا رو پشت سر گذاشته.